خب موها رو میبینید که به پایه 9 رسیده. از رنگ 8 صفر، 7 32 و 8 84 استفاده میکنم. قالب رنگم 8 صفر و 7 32 هستش. اینجا تست سلامت مو رو میگیرم. ببینید که موها کاملا سالمه. رو موی نمدار شروع میکنم به قلم زدن. اول ریشه و پشت ریشه رو قلم میزنم و بعد که کل مو رو قلم زدم حدود 7 تا 10 دقیقه مکس میدم و بعد رنگ ساغر درست میکنم. رنگ ساغر 923 932 و 820 هستش. 2 تاش از برند پروکسا و یکی از برند اویستر. ساقه ها رو کاملا به رنگ آغشته میکنم و رنگ ها رو توی هم فید میکنم به این روشی که دارم قلم میزنم. ببینید حدود 10 دقیقه مکس میدم و بعد آب کشی میکنم، شامپو میزنم و بعد نرم کننده به مو میزنم. اگه لازم بود شما میتونید بیشتر مکس بدید. ببینید چقدر خوشگل شد.